سلام و ارادت، وقتتون بخیر. عرض ادب دوستان. در صفحه آموزش تخصصی کولر پنجره اسپیلت ایستاده 3 فاز و اینورتر در تلگرام و اثبات پلیر. کمپرسوری داریم روغنش اسیدی شده، دماش میره بالا، پیستونی، اسکرال، روتاری. در بحث سیکل انواع کولر همین 3 تا هستش، چیز دیگری نیست، چیزی که مرسومه. خب ما میام اینو درش میارم، لولر ها رو آزاد میکنم و چپه میکنم. الزاماً کامل سطح روغن، حالا سیاه، دونه های سیاه داخلشه، از بین رفته. خب بعضی از عزیزان میگن مهندس خانی چه کار کنیم؟ عزیز، وقتی روغن چپه کردی یه 150 سی سی اول، مثلا این موتورول اماراتیه، من میگم آقا این تعویض روغن این کامل 1,500 میگیرم، 1 تومن میگیرم، قیمتشو اوکی میکنم با مشتری، یه 200 سی سی میریزم توش، دوباره چپه میکنم که ناخالصیش بیاد بیرون. کمپرسورهای روتاری کامل 100% نمیتونید تخلیه کنید به اقتضای لوله دهشش که در بالا قرار گرفته، سطح مقطعش که قرار گرفته، کامل نمیشه. اون هم میتونید چند بار شارژ کنید دوباره چپه کنید. نه، ته کمپرسور، بتونم اینو بدم بالا، ته کمپرسور روتاری رو دیدید؟ تهش مته کاجی، دارم میگم مته کاجی، نه مته معمولی که بزنی تمام قطعات رو داغون کنی. مته کاجی، مثل کاج کوچیک بزرگ، کوچیک بزرگ میشه، نمیذاره بره به قطعات برسه. سوراخ کامل، از بالا روغن، از پایین تخلیه، از بالا روغن، از پایین تخلیه. هوا میگیرم از بالا، از پایین تخلیه. اوکی شد. میام پرداختکاری میکنم، تمیزکاری میکنم، 2 پاس 3 پاس جوش میرم روش، یا علی روغن میدم. کمپرسور اسکرال هم به همین منوال کمپرسور پیستونیه. آنچنان چیزی که وقتی میگیم کثیفه یعنی نگفتیم که یه تیکه کونه یا یه تیکه سنگی رفته توش، نه، شما چند بار تخلیه کن. ولو این که دیگه او کمپرسور مثلا مشکل مکانیکی یا مشکل الکتریکی داشته باشه که بحثش اینه که وسط 2 تا طوق بالا پایین، قالپاق پایین بالا باید شکافته بشه و مشکلش مرتفع بشه و گاز و جوشکاری بشه و با سنگ جت تمیزکاری بشه. صاف و یک دست هستم خدمتتون. تنور جیبتون گرم. یا حق خدمات فنی مهندسی خانی در اهواز.